همراه من باشید تا نحوه ساخت شابلون یا کلیشه چاپ سیلک رو بهتون توی این ویدیو آموزش بدم. ابتدا شما نیاز دارید که یک فریم چوبی داشته باشید با توجه به سایز طرحتون. روی این فریم رو با یک توری مخصوص که برای چاپ سیلکه ما دور تا دور منگنه می‌کنیم. بعدش روی توری رو کامل می‌شوریم تا گرد و غبار و کثیفی روش نباشه. یه لاک آبی رنگ رو روی توری ما می‌کشیم. این لاک آبی رنگ حساس به نوره که بعداً قراره طرحمون روی این لاک ظاهر بشه. حالا قراره طرحی که چاپ کردیم رو ما روی قسمت توری یا اون طرح که روش لاک کشیدیم ظاهر بکنیم. اینجا شما نیاز دارید که یک میز نور داشته باشید. این طرح رو قرار میدید روی شابلون و نور میدید. بعد از اینکه فرآیند نوردهی انجام شد، کافیه که شابلونتون رو با ماده مخصوص بشورید. به این صورت که ملاحظه میکنید طرح کم کم ظاهر میشه روی قسمت شابلون. قسمت‌های اضافی پاک میشه و فقط در انتها شما قسمتی رو دارید که قراره ازش برای چاپ استفاده بکنید. بعدم که توسط یک یا سشوار شما سطح شابلون رو خشک میکنید و الان آماده است که اون رو روی ساک دستی اجرا بکنید. اینم نمونه کاری که برای مشتری عزیزمون چاپ کردیم. رنگ سفید روی پارچه سوزنی. مرسی که همراه ما بودید.